پلاک اینورتر اینویت را برای شما به معرفی بگیریم. در این قسمت لوگوی اینورتر اینویت درج شده، یعنی لوگوی شرکت سازنده اینورتر. این علامه برای ما نشان می‌دهد که این محصول مطابق به استانداردهای اتحادیه اروپا ساخته شده. در این قسمت مدل اینورتر هسته. مدل اینورتر ما CHF100A/2R2G/ یا خط فاصله AC2 می باشد. هر کدام این حروف ها کدهای مشخص هستند که یک معنی خاص را برای ما افاده می کند. خب در این قسمت 2R2G به این معنا هست که این اینورتر 2.2 کیلووات هست. G یعنی این اینورتر ساخته شده برای بارهای با گشتاوری ثابت هستند. در این قسمت پاور اوتپوت اینورتر ما ذکر شده، یعنی توان خروجی اینورتر ما. این اینورتر 2.2 کیلووات هستند. در این قسمت مشخصات ورودی برق تکفاز ما ذکر شده. اینپوت AC تکفاز 230 ولت مثبت منفی 15%، 23 امپر، 47 الی 63 هرتز، یعنی برق ورودی تکفاز با ولتاژ 230 15% بیشتر یا 15% کمتر از 230 ولت. جریانی که اینورتر در زمان با توان نامی خود کار می کند از برق شهری یا از برق تکفاز به اندازه 23 امپر جریان می کشد و فرکانس برقی تکفاز ما که به اینورتر وصل کنیم باید 47 الی 63 هرتز باشد. در این قسمت اوتپوت اینورتر را ذکر کرده، یعنی مشخصات خروجی اینورتر. AC 3 فاز، یعنی این اینورتر در خروجی برای ما برق 3 فازی 230 ولت می دهد. در خروجی مقدار جریان را که ما از این اینورتر می توانیم دریافت کنیم به اندازه 10 امپر است. اما فرکانس خروجی بین 0 الی 400 هرتز ما می توانیم مطابق به نیاز خود فرکانس را تنظیم نماییم. نکته دیگری که در اینجا قابل یادآوری هست این هست که ولتاژ خروجی بین 0 الی 230 ولت، یعنی ما می توانیم ولتاژ خروجی را مطابق میل خود کنترل کنیم بین 0 الی 230. به طور مثال اگر ما ضرورت به برق 100 ولت داشته باشم می توانم از این اینورتر دریافت کنم. اگر برق 120 ولت ضرورت داشته باشم می توانم از این اینورتر دریافت کنم. یعنی ولتاژ خروجی و فرکانس خروجی قابل تنظیم هستند. سوال اینجاست جریانی ورودی به اندازه 23 امپر اما جریان خروجی 10 امپر هست. چرا در هنگامی که اینورتر با توان نامی خود کار می کند از برق شهری یا از برق تکفاز 23 امپر جریان می کشد اما در خروجی برای ما 10 امپر می دهد؟ اگر شما در این مورد می فهمید در کامنت بنویسید تا دیگران هم متوجه شود. اگر این مورد را نمی دانید در کامنت سوال بپرسید تا ما در ویدیوهای بعدی در مورد این موضوع برای شما توضیحات بیشتر را ارائه نماییم.